سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. من محمد مهدی هستم و امروز قراره یه آموزشی رو بذارم واسهتون که خودم جز هیروهای مورد علاقمه که من اولین سویجم با اون بود. کلیت. من عاشق هیروی کلیت هم، چون بگم خیلی خیلی خفنه، جز بهترین مارکسمن های دنیاست. من اولین سویجم با کلینت بود و اینکه هیروی مارکسمنه و گلدان میره و اسکیلای 3 تا اسکیل داره که واسهتون همه رو توضیح میدم به ترتیب. خب بچه، این یه ابیلیتی جدیده، چون من جدیدن اصلا آنلاین نشدم، اصلا نمیدونم فایدهش چیه و اینا، ولی خب حالا میگیریمش ببینیم چطوریه، چون که خودش واسمون ساجست کرده ما هم میپذیریمش. الان به نظر من اینجا این وسط کمپ کردن قشنگ میتونه باشه، به خاطر اینکه هم میتونیم مینیونا رو بگیریم هم دمیج بدیم به هیروی طرف. ولی خب حالا اون اول از همه جامون رو فهمید و رفت. این اولین کیل. سیلانگ هم دومی رو گرفت. که ما سریعتر مینیونا رو بزنیم، گلدن جمع بکنیم که اینجا لیلا داره فعلا بزنیم گلدو جمع بکنیم و بریم کمک فرندمون. وای من دارم میمیرم که خب خوشو فیلیکر زدم سریعتر، چون واقعا داشتم بد میمورم. الان هم دارم میمیرم، اصلا حواسم به الان نبود، ایشپیم یکه. خب بهتره که ما اینجا بمونیم، احساس میکنم تا زیلان میاد. فقط امیدوارم که نمیریم. آها خب اصلا یادم رفت اسکیل رو توضیح بدم. اسکیل یک تا یه محوطه ای چند تا تیر میزنه. اسکیل یک تا یه محوطه ای انقدر یه چند تا تیر میزنه که بعد بیسیک اتکتون، وقتی بیسیک اتک میزنین دمیج زیادی میده و خودش هم دمیج داره زیاد. اینطوری ببینین الان من بیسیک اتک میزنم، با اون یکی گانش میزنه و دمیجش بیشتره. کلا واسه همهشون سخت میکنه این قضیه، چه اولتو بزنین، چه اسکیل 2 چه اسکیل 1، بعدش بیسیک اتکتون خفن تر میشه. واسه اسکیل 2 یک نمیدونم چی، ولی یه تنابیه فکر کنم، تا یه چند قدم اونورتر پرتابش میکنه و شما رو به یه قدم اونورتر هول میده. و اینکه همین ابیلیتی هم مثل اسکیل 1 و اولت بیسیک اتک رو قوی تر میکنه. خب میرسیم به اولت. شارژ میشه و 5 بار میشه ازش استفاده کرد، تا 5 بار. و اینکه هم نمیدونم هر چند ثانیه این شارژ میشه، ولی یه لحظه بکشم. خب من نمیدونم این هر چند ثانیه یه بار چیز میشه میارش، ولی
کلا تا 5 بار میتونی استفاده بکنی و هر وقفه‌ای که بین اون 5 بار هست 1 ثانیه است فقط. و دمیج خیلی بالایی هم داره و مثل اسکیل 1 و 2 هم دوباره بعدش بیسیک اتکتون دمیجش بیشتر میشه. خب این آیتمی که من الان میخوام ببندم توی ویدیوی هایابوسا هم گفتم این آیتم واسه یه همچین هیروی مثل راجر و هایابوسا و کلینت به نظر من یه کمی واجب میتونن باشن. واقعا تو فایت خیلی به درد آدم میخوره. حالا ما بهتره فعلا از این لاین بالا خارج بشیم و بیایم لاین پایین. این تانک یکی از بهترین نه بهترین، واقعا بهترین تانک بازیه به نظر من. ای بابا کیس کردم ببخش که وقتی وسط های از اول بازی حتی میتونم بگم نمیمیره، هر کاریش بکنی نمیمیره. خب یعنی قشنگ با خیال راحت میاد وسط 5 نفر. این تانک نمیمیره، خیلی تانک خفنی. اسکیل 1 و 2 هم که نگم براتون، ویدیوشو میذارم حتما. بچه اگه گیم پلی هم دوست دارین حتما تو بخش کامنت ها بهم بگین که من واسه تون گیم پلی هم آپلود کنم. خب فعلا ما فرانکو رو استان نکردیم، فکرم میستادم ولی خب کشتیمش. من فکر نکنم با مارکسمنی جز ون من تا حالا چیز نرفتم، جانگل نرفتم، اصلا جانگل نکردم. نه اینکه از اول بازی برم جانگل یعنی جانگل نکردم، فقط این گوشه موشه رو زدم، نه رد باف زدم نه پرپل باف، به خاطر اینکه مثلا من به درد مارکسمن نمیخوره. اینا مارکسمن به لول احتیاج نداره، به آیتم احتیاج داره. البته گلدم میده ولی خب با کارهای دیگه گلد بگیره. من به خاطر همین خب تو گلد لاین دیگه، گلد لاین اسمش به خودشه دیگه، گلد میده. تو گلد لاین گلدش بیشتره، مثل اکس پی لاین اکس پیش بیشتره. بچه ولی حتما حواستون باشه که وقتی با کلینت بازی میکنین اصلا باید خیلی حواستون به اول بازیتون باشه. اگه یه رفیقی چیزی دارین حتما بگین تانک برداره تا بتونین باش هماهنگ باشین، چون اگه اول بازی بد شروع کنین بعدم پیش میره. مثل لایلا نیست بخوای اول بازی بد بری بعد آخر MVP بشی و وین بگیری واسه خودت، یعنی که اوضاع بد میشه اگه از اول گیم بازنده باشی. لایلا اینو که گفتم واسه همه سخت نمیکنه این قضیه، واسه بعضیا مثلا بعضیا یا پرن یا بلدن قلقاشو یا آیتم خوب میبندن و گلدا دستشونه و اینا، اونا میتونن این کارا رو بکنن، نه که واسه همه پرو پلیر باشن با لایلا. چون که لایلا واقعا هیروی تکنیکی نیست زیاد. اسکیل 2 میزنی استان میشه، اسکیل 1 و 4 تا بیسیک اتک تموم، تازه اولتش هم هست. خواستم اون طرفی بزنم، اینو زدم. نمارد
اگه میشه. این لایلا خیلی اسپیدش بالاست. ببینید اولتشو زد به بعد این اسکیل 2 میزنه، حریفش رو اسلو میکنه، خودش سری میشه. الان ویل اولت من به فلیکر من به هدر داد و خودش در رفت. چرا میره یو رفت سراغ ترن؟ چرا عجیبه. خب این آیتم نو که بستم بیشتر مونم میرین دیگه، خیلی آیتم گادیه. این آیتمی که من نظرم میبندم واقعا نظر من یکی از چیزایی که مخصوص کلینته. این گانش هم شبیه گان کلینته دیگه. نظر من یکی از چیزایی که واقعا مخصوص کلینته. این وای الان نزدیک بود بمیرم. خب اینا تونستیم بکشیم، اینم بکشیم که بهمون هیل بده یکم و بریم ویلو بکشیم. ویل پدر مادر برد، البته کشتنش، ولی خب اینجا رو به نظرتون میتونیم رد کنیم؟ نه یا خدا کاش اصلا اینجا نصف بارایی که من مردم اینجا یا اینجا بود. اگه اینجا ترن داشت یعنی رسما اونجا 1000 تا دمیج میخوری. اگه یه راست بری تو ترت از اون ورش در بیای سنگین تری رسما. اونجا از دو طرف 3 بار میخوری. HP فول باشه میمیری. یعنی اولتشو بزنه به من کارم ساخته است که اجازه نباید بدیم. اولتشو بزن. یکی از بدی های، حالا این آفلاینه کاری ندارم، ولی توی بازی های آنلاین هم یکی از بدی های بازی کنن اینه که میترسن بیشتر. مثلا با یکی روی مثل کلینت بازی میکنن، اصلا اشبیشون کمه دیگه میترسن یهو در میرن. در حالی که کلینت خیلی فیزیکال بالایی داره و دمیجش هم بالاست. اگه تا اون موقع اسکیلی نزدین و اینطوری شدین در نرین، اینطوری بمونین و بزنین. دیدین اصلا با یه حرکت مرد. خب یعنی اگه ریکال نکنین، اگه اوضاعتون بد بود واقعا ریکال کنین، ولی خب نه اینکه هر 3 ثانیه یه بار ریکال کنین. مینیون بزرگا خیلی اکسپ و گلد خوبی میدن. حتما موقع مردنشون یا کنارشون باشین یا خودتون بکشینش. خب این آیتم جدیده فکر کنم مخصوص زیلاگ باشه، بخاطر اینکه آرم زیلاگ هم روشه. نه وای من پدرتو در میارم. ویل دیفنس ببندیم. عجب گیری کردیم. ویل واقعا این اولتش خیلی اوپیه، اصلا نمیشه ازش بیای بیرون. خب لول 15 هم که شدیم و این 70 تا فیزیکال اتک رو میبره بالا. خیلی خوبه، چون من بعضا من بهترین اسکیل همین فیزیکال اتک. البته دمیج اینا رو حساب نکنیم، فیزیکال اتک به نظر من خیلی مهمه. مثلا فکر کن HP 1 بعد یه فول میشه. یعنی مثل زیلانگ یه فیزیکال اتکی داره، یا یوژانگ که خدای فیزیکال اتکه. آخه شدقل مرد. الان دیگه من بمیرم هم واسم فرقی نداره، بخاطر اینکه اون یه بودستونش آره یه نو کشتم. خب تریپل کیل بریم واسه فرانکو. و چون این سر راهی و یه اسکیلم رو خرج میکنم یا مانا، این نیست که خرجش بکنم.
دارم مثلا از فیزیکال اتک کلینت استفاده میکنم. الان مثلا باس بود انقدر نو بود، ولی خب اگه آدم بود یه راست میتونست منو بیاره پیش بدن و قشنگ کارمو بسازه. اوکی اینجا چیزاش بده، اوضاع میلیون و ایناش. سلام ین. خب الان مانا خیلی کمه که به نظر من باید یه آیتم مجیکی اینو میتونیم بفروشیم. نه منظورم از تمام شد. خب ببینیم ریتمون چطور شده. خب 31 کیل، یه بار مردن و دوباره هم کاری. ممنون ازتون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و حتما تو کامنت ها بگین چه هیرویی رو واسهتون آموزش بذارم و یا چه گیمایی رو واسهتون گیم پلی بذارم. و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.